دوستان گرامی، نفر با نام علی سوال داده است: محترم معیدین کبیری، شما تقدیر نهضت را به کی باور میکنید؟ عمر انسان کوتاه است، الله حفظتون کند. برادر عزیز، بسیار سوال خوب گذاشتید. هر یک رهبر سیاسی، اصلا هر یک رهبر باید در فکر آن باشد که بعد این مسیر و این راه را کی ادامه میدهد. اگر مثلا در یک مؤسسه هم، در یک کارخانه هم اگر رهبر باشد، اگر دلش با اون کارخانه بسوزد، باید در فکر ادامه این کارخانه باشد. اگر در یک حزب، در یک جامعه، در یک کشور، در یک مملکت اگر رهبر باشد، باید در فکر آن باشد که این مملکت و کشور را به کی میسپارد. و این خیلی مسئله مهم است و بنابراین همین هر یک رهبری عاقل و دانا باید در فکر آماده کردن کسانی باشد، نسل‌های بعدی باشد که کاری او را ادامه بدهند و اون راه را بهتر و خوبتر پیش برند. من هم این مسئله را هنوز وقتی که در تاجیکستان بودم و تازه حالا جوانم که بودم و از همون روزهای اولی به رهبری حزب آمدن در این فکر بودم و همین بود که من 10 نفر رو از برادران و خواهران اعضای ریاست حزب انتخاب کردم، نزد خودم انتخاب کردم بدون آنکه به کسی اعلام کنم و کسانی رو که دیدم، سنجیدم که هم علمشان، دانششان، شخصیتشان، فهمیش و انسانیتشان سزاوار آن است که یکی از رهبران حزب باشند و طرح همین بود که از بین این 10 نفر بعد از آن که خودم استعفا می روم، 1 نفر رهبر حزب انتخاب شود و چند نفر دیگر معاون و دیگر مسئولیت های حزبی را بگیرند و این 10 نفر را من به سمت ها و مقام های گوناگونی حزب پیشنهاد کردم، از معاونی سر کرده تا رهبران دپارتمنت ها و رهبران شعبه ها و حتی رهبران شعبه های ولایتی. برای مثال معاونان رو این طرز انتخاب کردم، مثل داملو سید عمر حسینی، محمد علی حیید، واحد خان قاصدینوف، محمد کریمی آرزو و دیگر برادرانی که واقعا هر کدام اینها میتوانستند و میتوانند رهبر حزب باشند و بسیاری از کادرهای جوان دیگر رو مثل برادران عبدالقاهر دولت، قیام‌الدین عوض و دیگران رو که الان در زندان هستند به سمت‌های گوناگون دیگری حزبی ماندم و از آن جمله چند نفر رو در مسئولیت‌های شهر دوشنبه، ولایت‌های دیگر تعیین کردم تا اینکه اینها کار را بیاموزند و ما در مدت 3-4 سال بسنجیم، ببینیم که کدامی از اینها برای کدام کار سزاوارتر هستند و آیا میتوانند مسئولیت حزب را بگیرن. اگر کدام مناسب به رئیسی باشد رئیسی، اگر نه به معاونی و جایهای دیگر. و این نقشه را داشتیم و همین بود که این برادران کادرها تیار میشدند. اما این حادثه که در سال 2015 شد، این طرح بنده را و طرح ما را خیلی تغییر داد و بسیاری از برادرانی که آماده شده بودند و آماده کرده بودیم همچون رهبران آینده حزب، متاسفانه امروز در زندان هستند و بسیاری دیگران در هجرت هستند. یعنی کاملا وضعیت حزب تغییر کرد، چون ما آنها را آماده کرده بودیم برای حالتی که در داخل کشور یک حزب قانونی رسمی هست و اینها باید کار را ادامه بدهند. چون خودی من اعتقادم این بود و هست، باقی میماند که 1 نفر در رهبریت یک حزب، یک کشور، یک حکومت نباید طولانی باشد و همین بود که من 2 بار در داخل کشور استعفا دادم و آخرین بار در شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعد از انتخابات پارلمانی 2015 برابر آنکه نتیجه انتخابات اعلان شد، من در جلسه شورای سیاسی استعفای خود را اعلان کردم. برادران اعضای شورا گفتند که نه، خب دیگر حالا ماه مارس است، در ماه سپتامبر همین سال ما انجمن داریم، استعفای خودتون رو در اونجا اعلان کنید، حالا 6 ماه دیگر هم باقی بمانید. یعنی من نسبت این مسئله خیلی نگاهم باز هست و نگاه‌های خیلی معاصر و زمانوی دارم و اعتقادم همین است. چون هر کسی هم نباشد، افلاطون هم باشد، ابن سینا هم باشد، حالا هر کسی هم باشد، امام اعظم رو هم بیاره در
در همین شرایط امروزه رهبر یک حکومت، یک کشور، رهبر یک حزب سیاسی کنید، اگر یک مدت طولانی باقی ماند، مطمئن باشد که دیگر بگذار آدم دانشمند باشد، اما اون ایده ها و فکرها تمام می شوند و جامعه نیاز دارد، اون حرکت، حزب، اون کشور نیاز دارد که یک نفری نو بیاد تا اینکه با ایده نو، با خون نو، با رفتارهای نو کار رو پیش ببرد. اما وقتی که ما به این وضعیت رسیدیم که به خارج کشور آمدیم، ضرورت پیدا شد و اگرچه من خودم همگی از ریاست حزب 3 سال خواهش کردم که به من اجازت بدین که حزب را بازسازی کنم و در یک شرایط پراکندگی و هجرت، ولی بعد از 2 سال به این نتیجه رسیدم که نه، الان دیگه همه کارها تشکیل شد، ما در خارج فعالیت را از نو آغاز کردیم و باز استعفای خود را دوباره باز اعلام کردم که باز برادران گفتن یک مدت دیگر هم در این شرایطی که حالا خیلی پیچیده هست و برادران زندانی از این کادرهایی که تازه در هجرت تربیت شده ایستادن، شاید یگان نفر دیگر رو در آینده انشاءالله ما انتخاب خواهیم کرد و من 100% با شما راضی هستم که باید این عوض شوی در مقامات همه مقامات سیاسی وجود داشته باشد. اما فرق یک حزب سیاسی از حکومت این است که در حکومت، در کشور، همه ملت باید تصمیم بگیرن که کی باشد، چند سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، باید ملت تصمیم بگیرن، نه یک نفر، نه یک حزب. در داخل یک حزب باید اعضایان حزب تصمیم بگیرن. گاه می شود که در داخل یک حزب با هر دلیل اعضایان حزب نابسته از آن که ما چی میخواهیم نمیخواهیم تصمیم میگیرن که مدت رهبری مثلا فلانی یک نفر طولانی شود. برای مثال حزب کریستین دموکراتی آلمان، خانم انگلا مرکل 16 سال هم رهبری حزب و هم سروزیر این کشور بود. یک کشور دموکراتی است، هر 4 سال انتخابات می شود و خود اعضای حزب و طرفداران حزب لازم دانستند که او همین قدر باشد و هیچ کس در آلمان او را تنقید نمی کند که خیلی طولانی ایستاد. برای چی؟ برای آنکه این خواهش همون حزب است و رأی مردم هست و هیچ کس نگفته است که آلمان یک کشور دیکتاتوری است. اما وقتی در یک کشور مثل تاجیکستان که قدرت در دست یک خانواده است، انتخاباتی آزاد نیست، یک نفر 30 سال در سر قدرت میماند، دیگر ایران نمیشه گفت که خواهش همه مردم هست، چون هیچ کس از مردم نپرسیده است که آیا همین مردم میخواهند که یک نفر 30 سال باشد یا نه. شاید مردم بخواهد که یک نفر 10 سال بیشتر نباشد و پیشتر هم در کنستیتوی تاجیکستان همین چیز بود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آیین‌نامه‌اش محدود نمی‌کند یک نفر رو چند سال باشد، اما من خودم طرفدار آن هستم که باید محدود باشد، یک نفر از 2 دوره نتواند بیشتر باشد و ما این را اتفاقا می‌خواستیم در انجمن 2015 وارد آیین‌نامه کردیم که متاسفانه این مصیبت‌ها پیش آمد و نتوانستیم، اما انشاءالله که این در برنامه ما هست. اما این را هم بگم که الان هم حالا بعدی مثلا 6 ماه 1 سال ما تصمیم بگیریم که یک نفر دیگر رهبر حزب باشد، مطمئن باشد که در داخل حزب در هجرت هم هستند برادران و خواهران که با کمال مسئولیت این را میگویم از عهده رهبری حزب خواهند برآمد و انشاءالله که این روز دیر نخواهد بود. خداوند نگهبان باشه برادر.